امروز در کلاس درس سفری علمی و هیجان انگیز رو با دانش آموزان آغاز کردیم. سفری به دنیای فرفره‌های چرخان. قبل از شروع آزمایش با هم درباره مفهوم متغیرها صحبت کردیم. اینکه در هر آزمایش علمی باید بدونیم چه چیزی رو باید تغییر بدیم، چه چیزی رو باید اندازه‌گیری کنیم و چه چیزهایی رو باید ثابت نگه داریم. با مشارکت فعال بچه‌ها 6 متغیر مهم رو شناسایی کردیم و هر گروه مسئول بررسی یکی از اونها شد. مثلا گروه علی مسئول بررسی تأثیر دم فرفره بود. آیا دم بلندتر باعث کندتر شدن حرکت میشه یا دم کوتاهتر باعث رسیدن سریعتر فرفره به زمین؟ کاربردهایی که از قبل آماده شده بود به هر گروه داده شد تا مسیر آزمایش رو بهتر بشناسند. هر گروه با دقت و همکاری فرفره‌های مخصوص خودشون رو ساختن. سپس نوبت اجرای آزمایش ها رسید. سرگروه ها با فرفره‌هاشون جلو اومدن. آزمایش رو جلوی چشم همه انجام دادن و یکی از اعضای گروه زمان رسیدن فرفره رو به زمین ثبت کرد. هیجان در کلاس موج میزد. هر لحظه یک کشف جدید بود. در پایان هر گروه نتایج خودشون رو تحلیل کردن و در برگه ها یادداشت کردن. ما نه تنها درباره فرفره ها یاد گرفتیم، بلکه یاد گرفتیم چگونه مثل یک دانشمند فکر کنیم، آزمایش کنیم و نتیجه گیری. این تجربه نشون داد که علم فقط در کتابا نیست، بلکه در دستان ما، در حرکت یک فرفره و در نگاه کنجکاو دانش آموزانی است که می‌خواهند جهان را بهتر بشناسند.